به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، چگونه نمازخوان شدن؟ یکی از دوستم سبب نمازخوان شدنش را چنین بیان میکند: بسیار ساده و آسان به نماز آمدم. روز در صنف نشسته بودم، درس دینی داشتیم. معلم وقتی که در صنف داخل شد از شاگردان سوال کرد: به نظر شما چی کسی نماز نمیخواند؟ شاگرد یکم از روی معصومیت گفت: کسانی که مردن نماز نمیخوانند. شاگرد دوم از روی ندامت گفت: کسانی که به نماز بلد یعنی شناس نیستند نماز نمیخوانند. شاگرد سوم از جایش بلند شد و جواب خوبی گفت: کسانی که مسلمان نیستند نماز نمیخوانند. همین طور چهارم گفت: کسانی که کافر هستند نماز نمیخوانند. شاگرد پنجم گفت: کسانی که از خداوند نمیترسند نماز نمیخوانند. همین طور تمام شاگردان فکرشان را بیان کردند. ولی من به فکر فرو رفتم که من از کدام از این گروه ها هستم؟ یکم: آیا من مردم؟ نه خیر. دوم: آیا من به نماز شناس نیستم؟ شناس هستم. سوم: آیا من مسلمان نیستم؟ الحمدلله که مسلمان هستم. چهارم: آیا مگر من کافر هستم؟ نعوذ بالله. پنجم: آیا من از پروردگار نمی ترسم؟ می ترسم. پس چرا نماز نمی خوانم؟ خود به خود گفتم: خوب اگر شب قبر از من سوال کنند که زنده بودی، به نماز بلد یعنی شناس بودی، مسلمان بودی، از خداوند می ترسیدی، پس چرا نماز نمی خواندی؟ چی جواب می دهم؟ از این سخنها یک تکان خوردم و از همان روز تصمیم گرفتم که اصلا دیگر نماز را ترک نمی کنم. فقط یک تصمیم جدی می خواهد. شما هم حتما در این باره فکر کنید. اگر شما را هم به فکر فرو برد، لطفاً این نوا را نشر کنید. شاید در رحمت برای کدام به نماز باز شود. دوستان من، خدا حافظ.